بچه ها برنامه چیه؟ برنامه هم 300 ساکشن سن دوتایی با هم بریم 500 گروه 500 اوکی؟ جاد کجاست؟ همین صرافا برو چرا؟ 300 پایین‌تر 200 بریم چقدر؟ 6 ساعت میکشه 200 میدی؟ 200 میدی؟ 100 تومن 100 ساک بیام هفتاد سایت میزنی بیا زود دردم ندیم دیگه یه ساعت واسه یاد پیک بزنیم با چه ماشین سرده روشن کن وای اون هم بازه کجا باید بریم؟ جون با این اکبر ساکی سرم دید خوبی داشته باشم ای چشم ضعیفیست هستم دکوره یک کم یه درجه نیم درجه کجا باید بریم؟ جون ای جون بده اینا خاموش بفرسون باله چندی؟ 74 28 6 24ی؟ نونو خطکش خوردی؟ نونو خطکش خوردی؟ اینقدر دراز نه آراشم نه اینقدر دراز شدی میگم خواهرم که همه اینجا بسته بود دیدیش؟ برون باری این نه یه تیکه خرده اینو بدم؟ جاشم بلدی؟ پول بده ببینم بریم 50 بیشتر خوشم من خیلی نامردی خب بگو اونجا 50 بگیرم شست بده شست بده دیگه نامردم حالا بخواهد کن بیاد شمارتم میگیرم بسا خواستم بیا پیشم حالتون خوبه خانم؟ سلام سلام حالتون خوبه خانم؟ متشکرم شرکت پورپات؟ بله ببخشید صداتون رو ندارم یه بار دیگه شماره بگید یه لحظه نه درسته حالتون خوبه خانم؟ ممنون مطمئنتون شدم خواستم یه سری اطلاعات بهمون بدید بله جان بفرمایید خواستم داستان چجوریه قضیهتون چجوریه شما راجبه برنامه دیگه برنامه چی؟ برنامه خواستم چقدر میگیرید؟ مهریه‌های این خانم‌ها برای ازدواج موقت منظورتون؟ بله مهریه خانم‌ها از 300 تا 600 مهریت 300 تا 600 من میخوام عقدشون کنم عقد دیگه عقد موقت عقد موقت تا چند روز چجوریه؟ 1 ماه یعنی 300 تومن بدم تا 1 سال میتونم دیگه 1 ماه 1 ماه بله بعد اگه هر روز باشه که مشکل نره نه خیلی حتی سوال آسه تفاهم نشه چون 300 تومن هفته 2 باره هفته 2 بار بله مثلا روزی 1 بارم نمیشه نه خیلی خب موقع چجوریه بعد کجا بیایم ما عقد کنیم همینجا تو دفتر بعد یه سوال بهتون تشریف بیارین اینجا سوالاتتون هم همون موقع یه سوال دیگه میپرسم زیادم وقتتون نمیگه اگه روزی 2 بار بشه هر تایمش 2 دقیقه باشه چی زیاد مثلا فشارم نیاد طرف گفتم هفته 2 باره هفته 2 بار اون موقع روزش هم شما تعیین میکنین نه خیلی توافقیه اون موقع ما توافقی ببینید من براتون وقت میذارم تشریف بیارین دفتر سوالای بقیه سوالا از حاج آقا بپرسید حاج آقا من عذر میخوام خانم یه همچین مکانی بیام روم نمیشه سوال کنم اشکال نداره این صحبتتون رو باید با خانوما توافقیه با خانوما من با خانوما راحت‌تر میتونم صحبت کنم تا با آقایون دیگه با خانومایی که اینجا هستن برای مورد صیغه چند تا خانم هستن زیادن اون موقع مثلا اگه من می‌بینی خانم من یه خورده بد سلیقه معذرت میخوام من رو بالاتنه خیلی حساسم بعد میتونم خودم انتخاب کنم دیگه انتخاب با خودتونه انتخاب با خودمونه بله وقت بذارم براتون وقت بذارید بله بعد چهارشنبه بعد از اون میتونید تشریف بیارید والا من آخه کارم یه جوریه که چهارشنبه نه ولی پنجشنبه اگه بتونید فیکس کنید حتما میام پنجشنبه ساعت 10:30 میتونید تشریف بیارید بله کجا باید بیام شما آقای من الیت هستم
سعید الیت؟ الیت. سعید الیت. الیت. الیت بله. خب شما همراهتون؟ شماره همراهم 0919 بله 639 بله 2673. بله. آدرس یادداشت کنین. آدرستون رو محبت کنید من بنویسم. میدان رسالت، یه لحظه. میدان رسالت. خیابان فرجام. بعد خانم یه سوال من معذرت میخوام. بعد دیگه راحت میتونیم باشون هم تکستمون رو بکنیم دیگه. بله. بعد اون موقع ناراحت نشیده بخوام. ببینید آقای محترم من جان. اینجا نمیتونم جواب این سوالات آها رو بدم. پس نه. من اگه بیام شما- اونجا من میخوام با خودتون فقط صحبت کنم. نه با من نمیتونی صحبت کنی، باید با اون خانمایی که مورد صیغه‌ن با اونا صحبت بکنیم. اون موقع مورد شما وقتی که ثبت نام کردین بعدن اون مورد رو بهتون معرفی می‌کنه با اونا صحبت می‌کنید. ببخشید اون موقع اون خانمایی که میگید مورد صیغه جوون هستن؟ از 22 سال هست تا 50 سال. آها 22 سال تا 50 سال. آدرس رو یادداشت کنین. خیابان فرجام. خیابان فرجام. خیابان سراج. بنویسم خیابان سراج. بعد از چهارراه دلاوران. بله. دلاوران. کوچه شهید اصغر کاشانی. بله. پلاک 46. 46. درب حیات. بعد یه سوال دیگه خدمتتون داشتم. یه سوالی که داشتم مثلا شما فرمودید تا 50 سال درسته؟ بله. بعد حالا سنش مهم نیست تا 50 سال خب مشکلی نداره که اون مثلا میگید که هفته‌ای دوبار 50 ساله مثلا روزی 3 بار هم میتونه جواب. وقتشون رو نمیتونن بذارن برای شما. میکنه اینجا خانوما موظفن هفته دور ملاقاتشن، بیشترش دیگه بعد با خودشون. ببخشید 60 ساله هم هستشون؟ نه خیر. خیلی ممنون. خب اصل شناسنامه یا کارت ملی هم همراهتون باشه. موقع ثبت نام هم 10 تومن میپرده. نه مشکل پولش اصلا مشکلی نداره خانم. خیلی خوب. پس ان شاء الله 10 پنجشنبه تشریف بیارید. حتما. متشکرم. بعد یه سوال آخر هم میتونم بپرسم معذرت میخوام من گفتم که